خیلی خوش اومدیم به اولین ویدیو. همین الان لایکو بزن و بریم سراغ تیک تاک های کره ای. خیلی تخم مرغ پرگوهری رو داره تولید میکنه. الان تو ذهنش میگه همین بشقابو بردارم و بکنم تو فیسش منو یاد ماست میندازه. با اینکه فیک بود ولی فان بود، یعنی خوش اومد، یعنی معلوم بود فیکه ولی خواسته بودن فان درش بیارن، یعنی یه جور آفرین خوش اومد. تخم بلدرچین. 짜잔. چه خنده ای داره. کپی رایت نخوریم صلوات. یه جوری نگاه میکرد خندم گرفت واقعا. 모델 포즈. این الان میفته. این نباید بیفته ولی این الان میفته. او ناموسم فکر کردم واقعا در زدن. او این یکی کلن کارش ترانزیشن بود. فکر کنم از این هیچ. این دیگه مدل جدیدشه، دستشو از پشت برده اون ور کمرشو گرفته، یا فکر کرده خیلی چیزی هست. این what the fuck غز چی بود الان؟ ها پسر خیلی فیس شبیه اینا بود که عمل جراحی کردن. 뭐해? لگد. خب اگه اون چنگال رفته باشه تو زبونش، خونی احیانا نمیاد، خون نداره اون زبون که تو نمیبینی الان. چرا واقعا چرا؟ و لگد افتاد به جونه. این بیشتر قیافش به چینی ها میخوره تا کره ها. نه ناموس، نه واقعا. همین بود فکر کنم. فیسش عجیب غریبه این پسر، یه جوریه.
حالا این تیک تاک رو نمیدونم چالش بوده یا چی بوده این بچه. اگه چالش نبوده اسم میکنم کلا انگلیسی بلد نبوده و اول بار بوده با کلمه بچ آشنا شده. Corvette. Hop in a motherfucking jet like that. Him and that, him and that like that. They were like, Pop, why you walk? Oh, wait, I love myself. That was the kid that سمت راستی خیلی شبیه لیساست. الان دیگه شبیهش نیست، همون اول فقط شبیهش بود. وای فکر کردم رسپکت نوشی یا اول فصل. این تیک تاک ها، یعنی این تیک تاک ها خیلی رو مخ نبودن تا وقتی که یه پسر سیاه پوسته رو دیدم اینا رو انجام داد. سیاه پوست اصلا نمیخوند باهاش، از این ایموجی رو انجام میداد بعد سیاه پوست بود. خیلی اصلا افتضاح. ببین این بهش میاد اصلا این چالش رو انجام بده. اون یه پسر سیاه پوست بود، اصلا فکر کنم شاید دیده باشید برگام ریخته بود از این حجم ناهمخونیش. این بود از تیک تاک های کره‌ای. یه سریاشون فان بودن، یه سریاشون همین فان بودن، کلا بیشتر فان بودن. این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید. این ویدیو اول اصلا نمیدونم ویو میخوره یا نه، ولی به هر حال من ویدیوشو میسازم دیگه، باید از یه جایی شروع کرد. اصلا ویدیو اول بلندمون البته کلی کوتاه داریم که خیلی هم بازدید گرفتن. تا ویدیو بعدی، پیس.